خب برابکس خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای یوتیوب چنل چیلپی چیلپی. تو این ویدیو قراره بریم سراغ شک چهارم دیاره. میخواستم بگم فکر کنم چهارم، ولی چهارم جلوم هست. چهارم DNA از آلبوم طلوع سونیا که با سیاوش نگهبان، پرودوسر سیاوش نگهبان. بعد اسلایدم راجع به کردیت و یوتیوب تامنیل حرف میزنم. فقط این که ویدیومو لایک کنید، دوستتون دارم. برو بریم. خب بچه‌ها، یوتیوب تامنیل پروژه DNA از سونیا رو مشاهده میکنید که یوتیوب تامنیل بدک مدکی نیست، ولی خیلی هم خوب نیست حقیقتا. در حد یوتیوب تامنیل اوکیه، برای کاور پلتفرما خیر، و 3 تا شات از سونیا رو مشاهده میکنید که یه علامت شیطان پرستی همون وسط مشاهده میشه. ما بچه بودیم مثلا یه اینطوری میکردیم گفتن شیطان پرست، چه مکافاتی داشتیم به قرآن. ولی کردیت شات آن آیفون که با آیفون فیلم برداری شده، پرودوسرش با سیاوش نگهبان، آلبوم پرودوسر و ویدیو با راهول، کاور آرت مهرارا نگهبان، و همین یه سری اسپیشال تانکس هم داره که تمیرا و الناز و مهرداد و گورانن. برو بریم. لینک در دیسکریپشن مانده شده. اولش چی بود؟ تکس سیاوش و سونیا DNA. چه باحال بود. SONIA هجی کرد کلمات اسمشو، چیزو، حرفای اسمشو. بچه‌ها من می‌خواستم بدونم سیاوش اگه این ویدیو رو می‌بینه چرا بیتش تگ نداره، یعنی واسه استارت یا نمیدونم مثلا یه جایی که میخواد بکوبه یه کاری بکنه چرا تگ نداره قبلش؟ این تگش بود؟ فکر نکنم. SONIA حاجی تکم دایی گیم، خودم کف تهران حتی پریوم در LA. بازی دست ماست چی مگه بشه هر سال تریپل ای. شما هستین کلگی کاپی و من رب در DNA. از دور کن میکنه داو کردی باز در رب گده چتلی پدرت نکده ادبت فقط تماشی بلد. بیزن ای دفعه چیره نجات روی او تمرکز بشه ایجاد، باز مقصر کنه کیره و جایشو ببینه کی میده او رو نجات. مردم نه خودم میده فریب. چقدر باحاله چقدر وای بشه، دوست دارم. لگی کاپی و مرب فکر کنم تیکه میکه داشته باشه، یه جوریه. DNA از دور کن میکنه داو کردی باز در رب گده چتلی پدرت نکده ادبت فقط تماشی بلد. میگه فقط حاشیه بلدی، پدرت ادبت نکرده. بزنه ای دفعه چیره نجات روی او تمرکز بشه ایجاد، باز مقصر کنه کیره و جایشو ببینه کی میده او رو نجات گفت. بزنه ای دفعه فقط تماشی بلد. بزنه ای دفعه چیره نجات میزنه این دفعه چیره نجات روی او تمرکز بشه ایجاد، باز مقصر کنه کیره و جایشو ببینه کی میده او رو نجات. یکیه که گردن نمیگیره، یه رپریه که یکی دیگر رو مقصر نشون میده، میگه دوباره یه گندی میزنه جلب توجه. من فکر کنم به افراز داره میگه، نمیدونم. باز مقصر کنه کیره و جایشو ببینه کی میده او رو نجات. مردم نه خودم میده فریبه دری ربط دقم دریده سلی تا خودم میگه بدیده همی پمارو شد ندیده اعتبار دفعیسه خریده در تکنیک و فلان غریبه شدیدن دای هزینه میکنم ولی کسی ندیده. این درام لاینایی که اون پشته چقدر خوشگل کرده، بیت و کلا بیت پروداکشنش خیلی باحاله. شادا تو سیاوش پمارو شد ندیده اعتبار دفعیسه خرید. ببین یه دونه دیگه الان اینجا میزنه، درامو دقت کنید. در تکنیک و فلان غریبه شدیدن دای هزینه میکنم ولی کسی ندیده. میبینی فیس رپر ژنتیکی نگو تو شدی رپر نفر کلن. میگه ژنتیکی نگو چجوری شدی رپر. خیلی باحال. بعد مطمئنم افرازه، چون گفت خودشو مثلا کشته، انقدر گفته هزینه کرده برای پروژه‌هاش و اینا ولی کسی ندیده. فکر کنم ازش افرازه. خاصه این چیزا قبلا تیکه شنیدم به افراز. ژنتیکی نگو تو شدی رپر نفر کلا میگرده پشت فیش فرداری من رپت دیره. What the بله داب استپ شد یهو.
Come on bro. درست انقضاش تر شده ولی یعنی من 13-14 سالم بود چیز گوش میدادم، دابستپ گوش میدادم. چقدرم تو فاز دابستپ بودم، بچه بودم، ولی باحال. میدونی نوآوریه توی مارکت رپ داری، مثلا دابستپ نداشتیم. چقدر سورپرایز عجیب بود، عجیبه. ای چه دنسی میره گنگ. وای چرا هر چی ریاکشن میرم جدیدن اولین بار اون پروژه توی رپ دری اتفاق افتاده. زرتشت و بدماش و آیسامو گرفته بودم. آیسامو اولین انیمیشن مارکت بود، اولین انیمه رو هم اکید فاکسی زد، اولین دابستپ هم اگه اشتباه نکنم سیاوش زده. که بیت بلی میشه مولکولان تحریزاتی حاوی رپی فنومن دقیق قرنیم. تو حساب کنی هر قصه سخته بره تو درکش میکنی خودت اقرار سونی بالای سطحش بکنه رپ یکی چه رپ کچمشی اگه رتی نفتی دچ رپ کل مارکت دانا بازار رب دریدم مشتم پیش بریم همین رقم احترار کشتم ساکن سرک بودیم سر بیتا کی چشا خود اصل کدام نسم میدن چی بیا خودن زدن ولی نسن دایلی افراز نسم میدن چی میگه چشا اصل چشا چی؟ چشا خود اصل کدام نسم چشا خود اصل. آها میگه خب من افغانستانی هم. مثلا میدین چین چیه؟ افغانستانی هم چشام اصل اورجینال بادومیه. مثلا میدین چین چیه؟ تقلبی مقلبی دم. چون افراز گفته بود چیز دیگه، افراز گفته بود چینی مینی و فلان و اینا. میگه بابا مثلا چشام اصل بادومی افغانستانی، مثلا چینی مینی چیه؟ تقل نیست. پس این مهر تایید تیکه به افراز بود. در بیتا کی چشا خود اصل کدام نسم میدن چی بیا خودن زدن ولی نسن دایلی ماها خود بیردیم و پگشانم بی چرم ببینی فیس رپر ژنتیکی نگو چه تو شدی رپر نفر کلن نگرده پشت پیش فرق داریم من رپت دی ان ای گنگ سونیا، گنگ سیاوش، برو بریم. خب برابکس با دابستپ چطورید؟ یاد تایم تینیجریم افتادم که دیوونه دابستپ بودم. خیلی پروژه بالی بود برای من و به نظرم از اون فیتش با مصطفی میری که اونم چرا که باحالی بود بهتر بود. یعنی حالا نمیدونم نقطه عطفش، یعنی پوینت برندش به نظر من چیزی که خیلی توجه رو جلب میکنه هم رپ کردن سونیا بود که اگه دقت کنید فلوش یه ذره روباتیک بود و به بیت می اومد. از جایی که بیت دابستپ شد هم اکتش توی ویدیو، هم اکت سیاوش و هم فلوش یه ذره میدونی روباتیک شد و به نظرم خیلی باحال رعایت کردن این داستانو و خوب در آوردن. نظرتون رو بچه‌ها راجع به پروژه دی ان ای توی کامنت ها بهم بگید و اگه تیکه به کسی دیگه ای داشت که من متوجه نشدم یا تیکه به افراز و اشتباه متوجه شدم که ردخور نداره اشتباه متوجه شم، به هر حال توی کامنت ها بهم بگید. ریاکشن بعدی و درخواست بدید که چه ترکی رو بگیرم. اسکرین شات گرفتم از کامنت هایی که درخواست دادید. این چند روز بگذره سریع دوباره اکتیو میشم و روزی دو تا میخواستم بگم 2-3 تا دیدم مثلا خودمو میشناسم ولی روزی 2 تا رو میذارم. 100% ریاکشناتون رو خیلی زود، یعنی درخواستاتون رو خیلی زود ریاکشن میکنم بهتون تحویل میدم. دمتون گرم. از ویدیوی من خوشتون اومد لایکش کنید و چنلم دوست داشتید سابسکرایب کنید. لینکش هم که گفتم اما اول مانده شده در دیسکریپشن. برید کده لیبل سرک لاف بدید. دمتون گرم. I see them from across the room, tall and shrouded in perfume. I see them from